بیشتر خیراندش محمدی اول گذاشت بیشتر خیراندش محمدی اول گذاشت خب سعید خوجه بیکار از یاد ببره دیگه 5000 سامان در طبقی میدان بوده که حاجی مشرف مدعی و طلبکار همین جایزه شایسته که تأسیس شدند کسی حاجی خود در برای همون 5000 با 1000 سامانی دیگر ضبط کرد 6000 سامانی در همین طبق با حاجی مشرف فقط طلبکاری که برای معرفی شونده نفرانی که ما گفتیم فقط با حاجی مشرف حالیت پهلوانی که میدان داری کند اینجا هم نمیرسد 1000 نفر طلبکار ابو شهنه پهلوان یوگان اکرام ناحیه یوگان ما در میدان امروزه یک چند چهره سرشناس رو نمیبینیم جهانگیر مجیدوف که به مسابقات قهرمانی آسیا سفر برمیگردد از روز 5 اپریل و با همین سبب چون قبلگاهشان گفتند که حال در میدان چلچه شرکت ندارند اعظم با حیدر هنرنمایی داشت من خواهش میکنم اونجاست همچنین در میدان امروز نمودن ابوبکر یکابیر هم احساس می شود این پهلوان شهرتیار بانجوان هم در ادامه سبقت‌هایی که با محسن اسامدینوف انجام داده بود در شهر ایسار بار دیگر ثابت کرد که درخشانی میدان او را در پیش است و فردوس نصیرов هم امروز مهمان مردمی چیلچند خواهشمندیم که نزدیکتر باز هم با قطار پهلوانان مدعی در جایزه باز هم نزدیکتر باشند 6000 سامانی در همین طبقی حاجی مشرف مونده شده است خواهشمند مهمانان میدان را رنگ و زینت دهید تشکر زیاد در بخش سیمی ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان حاجی مشرف رحمانوف فعالیت میکند یعنی میخواند و 5000 سامانی از نام صاحبکار اسمیدین توفه در طبق همین پهلوان گذاشتند و 1000 سامانی دیگر هم حاجی خورسند بالای توفه 5000 سامانه ضبط کردند بسیار خوش آمدید خدام مهمانان ارجمند را به دیار چلچه آوازدار خیر مقدم میگوییم وقتی که دیگر باره اعلان گشتین چلچه توسط تلویزیون ورزش صورت گرفت مردم از عنعنه و شهامت میدانداری و مهمانوازی این منطقه تیمورملک بار دیگر واقف شدند حاجی مشرف رحمانوف در میدان دو دستی دیگر هر دو گوشه گیرند حیدر و رقیبش ابو شهنه و پهلوان یوگانی محمد رحیم و محمد تیمورملک برژن و سعید جلال و نهایت مدعیان اشتر ددخان و خورشید مجیدوف
خیراندش با طلب شهیده قلندر و با اعتراضهای زیاد آمدن کمیته تدارکات اعتراضی بیشتر خیراندش محمد اول گذاشت خواهشمند مگر باشم بیایم فیروز شما هنرتون در دهانه از سطحی عالی هم خوبتر میشون بودید نسیم و خواهشمند میان فرصت ها بسیار هم حالتی اضافه فریبه به اصطلاح رحمت شاهی بود اما کشیدن دست از همان آرینج اندکه به نفع کار بود که این هنر در مهارت پهلوان ایرانی کم به نظر رسید. ابو شهنه دست شما درد را نبیند. تشکر به هنرنمایی پهلوانانی که همشون علاقه معروف و شهرتگر هم هستند. محمد رحیم سرخانوف، محمد پهلوانی خیلی امید بخش تیمورملیک فیاض را نشد. فیاض را در میدانهای با شکوه گوشتین سنتی با سالهای دراز دیده بودیم. عنعنه پدر را محمد زنده کرد وقتی که با یعقوب باقیف هنرنماییش با موافقانه انجام یافت. راست میگم نوروز که من هم به صداقت عبدالفیاض برای تربیه خوبی فرزند سپاس میگویم. تشکر. حسن فیاض خوش نمید تو نه خیلیش بکنیم من بشنم. دوستان عزیز در میدان امروزه یکی از راویان مردمی حاجی حمزه از ناحیه یوان حضور دارد و برای ادامه محفل امروزه باز سخن را به برادر ارجمند میدهیم. مرحبا. السلام علیکم برادران مهمانان. راست شبگون گفت که یوانیا زمین کفیده پهلوان برآمده. برادران انا همین چیلچه چی مگنیت داره که یگان گوشتینده ای خیلی پهلوان نبود. اول اجازه دهید از نام خودم از نام کلی مردم یوان همه برادران تشکیل کننده همین ورزشی را برادران استادان خوشامده بگویم. برادران ما داوران برندگان پهلوانان به مخلصا هیچی ما خاکش پاکش شما شما برای مخلصای خوش دیگه ایناسون 7000 سومان این پولی اندک مندک نیست. خورشید مجید خودی دوران کرده بود. خورشید مجید شهر داری مومیناباد برادری ما حتی نشی خورشیدیم ایدیا برای یک یگان طرفدار داری بسیار سفری داری. مرحمت برادرها من گردر فرید تاجیک خواهرچی ما شایده 7 کست خالی اومد. خدا آینده بیرق جمهوری عظیمان در عرصه بالا برداریم. سربلند باشید. دستی کنه بید برادرها این مردمی چیلچی نوریه تیمورملیک میگن. این همی پهلوان رست و گوشتی که باشی خالی نگیریم ایجی بیا سالیم تو بگیری. من اینامی صاحبای محفوظ از نوریه فرخور شهر نری تاجیکستان محمد جگر دادرش ایناسی هر دیمی ها که بمورد یک تبردگاه فرخور روزی ملیک شبا جان بهترین این همی کدامش خیلی بگیرم داد.
بگیری بیا نمه ایکتی بگیری برادرها همه شب پایان شد روز میشه روز اساسا شب میشه همه مهمانا اکی ملیکشان ایمد مهمان ولی قدر خاکی پاکشم هر یک وقت ساعت انکو وقت ساعتی شاه جایزه آمده شاه جایزه رو ما دیده دانسته میمانیم نگویا که چریز میریزه من یکی از پهلوانای شناخته جمهوری سرورای مجیدالفا ناحیه آزاداری مومن‌آباد شهرینر تاجیکستان خورشید مجیدوف ناحیه آزاداری مومن‌آباد در نامش یک اتومبیل من مرحمت پیشگی میگم تصادفاً پهلوان نبرای که هم نمیشناسه یک اتومبیل سفر میکشی میبینیم برادران بهترین پهلوان جمهوری ناحیه آزاداری ثبت فریدانی است نگاه کن بهترین پهلوان جمهوری شربچی تاجیک چمپیونی تاجیکستان خلط کبود ازارازه سفید کمربند شیرچایی حاجی مشرب و ناحیه آزاداری رودکی یکی از پهلوانای شناختی دوری SSR حاضره شربچی تیمورملکی اسرائیل با تخلص ایسی ایناسی هردی امیا 6000 اینامی صاحبای مردم بود 1000 سوان اینامی آرزوجان 1000 سوان دیگه با اینامی صاحبای میدان با 1000 سوان دیگه اینامی کامران جان جم 9000 سوان ناحیه آزاداری رودکی ناحیه آزاداری تیمورملک خوش به حال مردمی بننگ ناموسی دهی چیزه خدا هر شهری نره شما من باوری بین جمعه شما از کنم پیپر سری مختار غیرت کن